یکی از نکاتی که منجر به افزایش فروش شما میشه اینه که به مشتری اجازه بدید قابلیت مقایسه داشته باشه. یعنی دستش رو باز بذارین محصول شما رو با محصول رقیبتون یا رقباتون مقایسه بکنه. خدماتی که دارید ارائه میدید رو با بقیه مقایسه بکنید. اصرار به فروش نداشته باشید. حالا من مثالی که برای بیزینس خودم میتونم بزنم، من تمام دوره هام 1 ساعت رایگانش رو گذاشتم، از همین دوره صد تکنیک فروش گرفته تا دوره زبان بدن و مارکتینگ و بیزنس کوچینگ و بقیه دوره ها. خب به عزیزان میگم برید 1 ساعت رایگان رو ببینید، اصلا ببینید محتوای دوره چیه. واقعا یه سری از عزیزان سوال میپرسن اصلا محتوای دوره چیه، من سرفصل رو نمیدونم و من خیلی راحت بهشون میگم 1 ساعت رایگان از دوره رو میتونید تماشا بکنید. میگم برید ببینید، اصلا شاید از قیافه من خوشتون نیاد، نحوه تدریسم رو دوست نداشته باشید و دست مشتری رو باز بذارید. آقا مقایسه کن، این محصول هست اینم هست. و واقعا الان دیگه تمام محصولات و خدمات دیگه واقعا دارن شبیه هم میشن و این added valueی که شما داری به مشتریت میدی منجر به فروشت میده، اون ارزش افزوده‌ای که میتونی براش ایجاد بکنی. یه مثال از قابلیت مقایسه بزنم. من همین هفته پیش رفته بودم چارسو، خواستم هندزفری بگیرم. 4 سال پیش رفته بودم از چارسو گرفته بودم یه مغازه‌ای که فقط هندزفری میفروخت و این سری رفتم به نیت این که برم توی اون مغازه. هر چقدر گشتم پیداش نکردم. خلاصه رفتم طبقه سوم و پرسون اونجا رو پرسیدم، گفتن آقا این جمع کرده. وارد یه مغازه دیگه ای شدم و چند تا فروشنده داشت و همش هندزفری میفروخت. بهش گفتم عکس این هندزفری رو نشون دادم، گفتم آقا این هندزفری رو دارین؟ گفتش که نه ما اینو نداریم، ولی اگر همینو میخواین انتهای راه رو مغازه فلانی اون داره، برید. رفتم اونجا و سلام علیکم آقا اینو دارین؟ گفتش که نه این دیسکانتینیو شده و ما اینا رو داریم، این هست این هست این هست. گفتم خیلی ممنون، من اینو می‌خواستم. برگشتم دوباره پیش این فروشنده، بهش گفتم که آقا میگه دیسکانتینیو شده. گفت نه آقا شما یه زحمتی بکش، برو طبقه بالا، طبقه چهارم، اونجا هم یه سوال بپرس، شاید اون داشته باشه. بهش گفتم که آقا تو چرا آدم حسابی هستی؟ گفت چطور؟ گفتم که خیلی راحت تو هم میتونی بگی این دیسکانتینیو شده و من دیگه نمیارمش و ما هم نمیفروشیم، اگه دوست داری حالا یا من بخر یا از اون بخر یا هر چیز. و گفتش که نه من به خاطر مثلا 2 تومن 3 تومن بالا پایین اصلا چیز نمیکنم یا اصلا ارزشی نداره که بخوام این کارو بکنم و همیشه سعی کردم با مشتریم صادق باشم. و گفتم دیگه نمیرم بالا و هندزفریاشو بهم نشون داد، شبیه ترین هندزفری به اون چیزی که میخواستم رو گرفتم و خب قبلش خیلی گشته بودم و نداشتم و از همونجا گرفتم. انقدر خوب برخورد کرد، انقدر دست من رو باز گذاشت، انقدر آدم حسابی بود. تو خیالت راحت این آقا اینجاست که به من کمک بکنه. حالا اگر دیسکانتینیو شده بود میگفت دیسکانتینیو شده، نه نمیفروشم، نه هر چیزی. و این بازگذاشتن دست من باعث شد که از خودش خرید بکنم. وقتی تو انقدر با من صادقانه رفتار میکنی و دست من رو باز میذاری، قطعا از تو خوشم میاد و از تو خرید میکنم. ما پولمون رو به کسی میدیم که ازش خوشمون بیاد. ما هیچ وقت پولمون رو به کسی نمیدیم که بهش اعتماد نداریم یا هر چیز دیگه ای. و من دوست دارم اگر پولی دارم میدم به کسی بدم که ازش خوشم میاد، این رقابت رو داشته باشم یک بار دیگه بهش مراجعه بکنم. پس همیشه سعی کنید این قابلیت رو برای مخاطب و مشتریتون فراهم بکنید. آقا این هست اونم هست، میتونید دور بزنید، اینجا مغازه خودتونه، هر موقع دوست داشتید میتونید تشریف بیارید و محصولات ما رو امتحان بکنید و خریدتون رو انجام بدید. اگر دوست داشتین 1 ساعت از دوره 100 تکنیک فروش رو به صورت رایگان ببینید، روی لینک بایو بزنید و این 1 ساعت رو مشاهده بکنین. ارادت.